قرائت شاهزر علامه باباجان غفورов تاریخ قدیمترین قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار هفتم. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. ساخت جماعت ابتدایی و زوال آن در سرزمین آسیای میانه. در برابر این تخمین کردن ممکن است که طایفه های ایرانی و یا آریایی پیشینه در دشت و صحراهای واقع در حدود شمال شرقی و شرقی آسیای میانه نیز مسکن داشتند. این را مدرک های آید به اهالی این محل ها در دوره های بعدینه از میانه های هزاره یکی پیش از میلاد و معلومات ارخئولوژی راجع به عهد قدیمتری این جایها نیز تصدیق می نمایند. طایفه های ایرانی در آسیای میانه و ناحیه های همسایه شمالی آن در عصرهای آخری هزاره دو و آغاز هزاره یکی پیش از میلاد اقامت می کردند. چنان که دیدیم این ادعا از تفسیر متریال های سرچشمه های خطی هم ثابت می گردد. از این برمی آید که یادگاری های ارخئولوژی آن وقته این محل ها به طایفه های ایرانی تعلق داشته به مدنیت دایره اندران و یا یکی از نمودهای مدنیت اندرانی تازه باغیاب، قیراقم و غیره منصوبند. ولی در میانه های هزاره دو و اول های هزاره یکی پیش از میلاد مدنیت از روی خصوصیت های ارخئولوژی و همچنین از روی سیمای آنتروپولوژی اهالی اروپایی شکل همگون و همرنگ دورتر به طرف شرق از جمله به ترکستان شرقی که از آنجا یادگاری های سفاری نوعی اندرانی را پیدا کرده اند نیز پهن گردیدند. بعدتر در هزاره یکی پیش از میلاد در این ناحیه ها از جمله در آلتای و ترکستان شرقی قبیله های سکیف و سکایی مسکن گرفتند. غیر از این به طفیل پیدا شدن نوشتجات هزاره یکی میلادی در ترکستان شرقی دو زبانی به هم خویشی منسوب به گروه دیگر کشف گردید که در علم با نام تخاری مشهور بوده. اهل آن را تخاری ها می نامند. آنها در دوره های پیشینه حتما حدودی نسبتاً وسیع‌تر را که قسمت های غربی را هم فرا می گرفت اشغال می نمودند. در علم راجع به پیدایش تخاری ها در این محل ها فکر و ملاحظه های مختلف موجودند، اما مهمترش این است که معلومات و دلیل های زبانی در بین تخاری های قدیم و طایفه های شرق ایرانی وجود داشتن رابطه های معینی را نشان می دهند. اینه چون این به نظر می رسد که قدیمترین محل اقامت و مرکز اساسی پهنشوی طایفه های ایرانی آسیای میانه و ناحیه های همحدود شمالی آن بودند. نزدیکی و یگانگی پیشگذشتگان طایفه های ایرانی و هند و آریایی را به اعتبار گرفته تخمین کردن ممکن است که اجداد هند و آریایی ها نیز تا به هندوستان کوچیدن خود در همین محل ها سکونت داشتند. مدرک های ارخئولوژی و خصوصاً متریال های نوی که از حفریات آسیای میانه به دست آمدند این قضیه را تصدیق می نمایند. چه نوعی که از نظر گذرانیدیم در آسیای میانه از اهل نیالیت سر کرده دو ناحیه از هم خیلی فرق کننده خواجگی و مدنی به وجود آمدند. در قسمت جنوب و غرب در ترکمنستان جنوبی مدنیت زراعتکاران رواج یافته در آخر هزاره 3 و عصرهای اولی هزاره 2 پیش از میلاد به اوج ترقیات خود رسیده است. این مدنیت با مهمترین خصوصیت‌های خود
با مدنیت‌های ایران و ناحیه‌های همحدود جنوبی قرابت دارد. در قسمت بیشتر آسیای میانه مدنیت حکم فرماست که با مدنیت‌های در ناحیه‌های شمالی پهن گردیده شبیه و همرنگ است. غالباً اهالی همین محل‌ها و قبل از همه قبیله‌های صحرانشین عصر برنجی به آریایی‌ها و ایرانی‌ها نسبت داده می‌شوند. عقیده دیگری هم هست که در اساس آن چنان که در بالا تذکر یافت آریایی‌ها گویا همان زراعتکاران محل‌های جنوب غرب آسیای میانه می باشند که اثر موجودیت آنها تا آخرهای هزاره 3 پیش از میلاد نیز پیداست. این نقطه نظر قسماً از آن سر زده است که یک وقتها چی طایفه های زراعتکار جنوب و غرب آسیای میانه و چی قبیله های صحرانشین همه آریایی پنداشته می شدند. اگر در واقع همین طور می بود، این چنین معنی پیدا می کرد که گروه های مختلف طایفه های آریایی در شرایط از هم تماماً فرق کننده اقتصادی و مدنی زیستند که معلومات و مدرک های موجوده و قسماً در بالا توضیح یافته تاریخ و زبانشناسی آید به آریایی ها با این کاملا مخالف است. در عین زمان معلومات راجع به سیمای خواجگی و اجتماعی و مدنی اجداد آریایی های هندی و ایرانی با مدرک های مدنیت مردم صحرانشین و چاربادار و زراعتکار عهد برنجی موافقت کامل پیدا نموده، ولی گمان است که با مدرک های مدنیت زراعتکاران جنوب ترکمنستان علاقه داشته باشند. این را هم به نظر گرفتن ضرور است که مدنیت های ترکمنستان جنوبی از عهد نیالیت تا اول های عهد برنجی به دایره مدنیت های زراعتی که در قسمت های جنوبتر در ایران و ناحیه های همسایه از آسیای پیش تا افغانستان و هندوستان پهن گردیدند داخل می شوند. این مدنیت ها از جهت های خواجگی و اقتصادی و مدنی با یکدیگر نزدیک و یا هم نوعند. علم باستانشناسی دلیل های زیاد جمع آورده است که در آن زمان ها علل خصوص در آخرهای انیالیت و اولهای برنجی وجود داشتن علاقه نزدیکی بین زراعتکاران ترکمنستان و مدنیت‌های جنوبی ایران و ناحیه‌های همسایه را نشان می‌دهند. راجع به نزدیکی مدنیت معنوی آنها نیز دلیل‌ها موجودند. تخمین می‌کنند که در میان اهالی ترکمنستان جنوبی و ولایت‌های همجوار ایران و افغانستان و مردم مهاجری این محل‌ها مناسبت خویش و تباری هم وجود داشته است. به این طریقه هم از جهت عمومیت سیمای خواجگی و مدنی و هم احتمال از جهت ارق و نژاد زراعتکاران جنوب ترکمنستان عهد انیالیت و اولی برنجی با اهالی ایران، افغانستان و ناحیه‌های همسایه علاقمند بودند. اما طایفه های آریایی ظاهراً آن وقتها در این کشورها بودن نمی توانستند. معلومات و مدرک های انیقی هستند که در این وقت ساکن این سرزمین ها بودنی اهالی نژاداً و زباناً دیگر را ثابت می نمایند. برخلاف این مدنیت های دیگر قسمت بزرگتر آسیای میانه از جهت های خواجگی و اقتصادی و مدنی همرنگ بوده با مدنیت های نواحی شمالی، یعنی با محل هایی که از روی معلومات تاریخ و زبانشناسی طایفه های هندو ایرانی یقیناً علاقمند بودند رابطه دائمی داشتند.
اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. ساخت جماعت ابتدایی و زوال آن در سرزمین آسیای میانه. این را هم به اعتبار گرفتن لازم است که در اولهای عهد برنجی علاقه معینی نیاگان آریایی ها با قبیله های هند و اروپایی یوروپا باید هنوز وجود داشته باشد. در عین حال معلومات باستانشناسی آید به اهالی مدنیت صحرایی عهد برنجی آسیای میانه و ناحیه های شمالی با آنچه که ما از روی متریال های مقایسوی تاریخی و زبانشناسی می دانیم کاملا مطابقند. در بین طایفه های صحرانشین عهد برنجی چارواداری خیلی ترقی کرده. آنها از کارهای زراعت هم به خوبی خبردار بودند. همین نوعی خواجگیداری، چارواداری و زراعتکاری با امتیازی پرورش چاروا همچون علامت رفاه و ثروت چنان که دیده شد برای آریایی ها هم خاص بود. هم طایفه های هندو ایرانی و هم طایفه های صحرانشین عهد برنجی بیشتر به اسب‌پروری مشغول می شدند و از همین رو اسب‌پروری در چارواداری آنها موقعی اساسی را اشغال می نمود. درجه ترقیات اجتماعی آن وقته اهالی صحرانشین نیز نسبتاً بلند بود. مثلا باستانشناسان در اساس متریال های قبرستان آن زمان مقرر نمودند که هنوز در همان وقتها اهالی صحرانشین زندگانی خانوادگی پدرشاهی را به سر برده، در بین آنها نابرابری مال و ملکی و اجتماعی به وجود آمده بوده است. عیناً همین جهتها به جمعیت آریایی ها نیز خاص است. در بالا از خصوص درجه بلند ترقیات متالورگی طایفه های هند و ایرانی هنوز در عهد آریه سخن رفته بود. این را از مدرک های ارخئولوژی منسوب به مدنیت های صحرایی عهد برنجی هم می توان باری دیگر مشاهده نمود. چنانچه مدرک های از حفریات قیراقم واقع در شمال ریسپوبلیکا به دست آورده باستانشناسان تاجیکستان که به طور وسیع براه گذاشته شدن استحصال محلی مصنوعات متالورگی را نشان می دهند، در این بابت خیلی جالب دقتند. معلومات تاریخ و زبانشناسی که در دوره ترقیات نهایت وسیع متالورگی و استفاده آلات فلزی هنوز هم یک جای زیستنی اجداد آریایی های هندی و ایرانی را تصدیق می نمایند، همچنین برای معین کردن زمان اقامت یک جایه نیاگان طایفه های گوناگون هند و ایرانی اهمیت دارند. در زمینه متریال های ارخئولوژی آسیای میانه و ناحیه های همسایه شمالی آن این حالت اساس می دهد چنین تخمین کنیم که اجداد هند و آریایی ها در حدود وطن قدیمه خود حد اقل تا عصرهای اول یا خود حتی تا میانه های هزاره دوی پیش از میلاد همراه نیاگان طایفه های ایرانی زندگی به سر بردند. آغازی از آسیای میانه به طرف جنوب حرکت کردنی طایفه های آریایی تقریباً به همین وقتها راست می آید. زراعتکاران جنوب ترکمنستان عصر انیالیت و اولهای عهد برنجی ظاهراً آریایی بودن نمی توانستند. مدنیت های شهرستانی و شهری ایران شمال شرقی، حصار 3 و غیره، افغانستان جنوبی، مندقاک 4
وادی هند با یادگاری های دوره موهنجودارو، خرپه و غیره با همان سبب ها و یک چند سبب های دیگر مثل مدنیت جنوب و غرب آسیای میانه بلکه از آن هم زیادتر نمی توانند آریایی محسوب یابند. با وجود این، علم باستانشناسی در همه این محلها روی دادن تغییرات جدی تاریخی را در 4/2 پیش از میلاد قید بینماید. مرکزهای پیشینه، دهکده و شهرهای تمام بی صاحب و بی آدم مانده به خرابزار تبدیل می یابند. در بسیار جایها به کلی دیگرگون شدن سفال آلات و از بین رفتن دستگاه قدیمی کلالی به نظر می رسد. این حالت را بیشتر با پهنشوی قبیله های نو و از روی بعضی پندارها محض طایفه های از آسیای میانه حرکت کرده و نژادن آریایی یا هند و اروپایی وابسته می نمایند. درست است که با وجود امکان پذیری چنین حرکت هنوز ما دلیل های بیواسطه‌ای به آن اشاره کننده در دست نداریم. می توان فرض کرد که تغییرات نام برده ممکن است با سبب های داخلی هم روی داده برای ورود طایفه های آریایی به این محل ها زمینه مساعد فراهم آورده باشد. همان عقیده خیلی پهن شده که گویا مدنیت خرپه در نتیجه به وادی هند سردرآوردن طایفه های آریایی از پا افتاده باشد به نظر حتمی نمی رسد. معلومات موجوده دیگر شرح و تفسیری از این هم به احتمال نزدیکتر را، یعنی پس از چندین عصر تنزل مدنیت خرپه به وادی هند آمدنی طایفه های آریایی را به میان می گذارد. ولی قطع نظر از این مخالفت ها همان حالت واقعی که در سرزمین ایران شرقی، ترکمنستان جنوبی، افغانستان و هندوستان غربی تغییرات نام برده در تاریخ مدنیت های خیلی پیشتر رونق داشته این جایها تقریبا تا عصرهای 18-17 پیش از میلاد هنوز به عمل نآمده بود، برای چنین تخمین کردن امکان می دهد که تا همین وقت حرکت پراوجی طایفه های آریایی به این محل ها شروع نگردیده بود. مدرک های انیقتری که درباره کوچش این طایفه ها معلومات نسبتاً صحیح می دهند برای میانه و نیمه دوم 1002 پیش از میلاد موجودند. متریال های فراوان و مختلفی به آن وقتها علاقمند که در نتیجه کاوش های باستانشناسان به دست آمدند این دوره را همچون دوره حرکت پروسعت قبیلوی در تمام سرزمین آسیای میانه توصیف می نمایند. طایفه های صحرانشین به حدود منطقه زراعتی ترکمنستان جنوبی نزدیک می شوند و سپس ظاهراً به آن داخل شده مسکنهای خود را به وجود می آورند. حالا مدرک های موجودند که تا حدود واحه های قدیمه زراعتکاری جنوب ترکمنستان پهن گردیدن اهالی صحرانشین را ثابت می کنند. در این جایها سغانه های خود طایفه های صحرانشین که بیشتر به ناحیه های شمال خاصند یافت شدند. عیناً در همان وقت حرکت طایفه های آریایی به جانب افغانستان و هندوستان واقع می گردد. در این بابت حفریات سغانه های قدیمه در تاجیکستان جنوبی در وادی دریاهای قزلسو، وخش و کافرنیهان اهمیت مخصوصی دارد. متریال های این حفریات شهادت می دهند که آنها به اهالی از جهت مدنیت مادی به تمدن نمازگاه 6 و با خصوصیت مراسم دفن به قبیله های دایره صحرا خیلی مانند تعلق دارند. سیمای انتروپولوژی صاحبان این سغانه ها آنان را با مردم ولایت های جنوبی
عهد مدنیت سفالالات نقش و نگارین نزدیک می نماید. پیدایش این طایفه ها حالا کاملا مقرر نگردیده است. در راه معین کردن اصول پیدایش و مدنیت آنها کوشش های گوناگون به عمل آمده و فکر و ملاحظه های مختلف بیان یافتند. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صفحه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملتی تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. ساخت جماعت ابتدایی و زوال آن در سرزمین آسیای میانه. محققان در اساس تدقیق مراسم دفن و یک چند خصوصیت سقانه ها چنین فکری را پیش گذاشتند که این سقانه ها به طایفه های آریایی علاقه داشته در اینجا عملی دفن و بعضی دیگر رسومات خاصی آریایی های ویدی و همچنین طایفه های شرق ایرانی انعکاس خود را پیدا نموده است. بازیافت‌های باستانی تاجیکستان جنوبی باز از آن سبب هم دقت متخصصان را بیشتر به خود جلب می نمایند که باستانشناسان پاکستانی و ایتالیایی در ولایت سوات واقع در شمال و غرب پاکستان کنونی همین گونه سقانه‌های از جهت ساخت و طریق دفن به آنها نزدیک را کشف کردند. سنه یک گروه قدیمتر این سقانه ها تقریباً به نیمه دوم هزاره دوی پیش از میلاد رفته می رسد. همین طریقه از یک طرف برای هندو آریایی حساب کردن طایفه های عصر انیالیت و اولهای عهد برنجی آسیای میانه هیچ یک اساسی نیست، اما از طرف دیگر احتمال قوی می رود که هندو آریایی ها محض طایفه های صحرانشینی و در قسمت شمال و غرب آنها واقع گردیده آسیای میانه نیمه و آخری عهد برنجی بودند. به نظر ما فرضیه دیاکنف آید به پروسس پهنشوی زبانهای هندو ایرانی در بین طایفه های زراعتکاری انوی آسیای میانه و آخرین مرحله های ترقیات آنها که با تأثیر علاقه های گوناگون به صحرانشینان صورت گرفته است به حقیقت نزدیک می نماید. در جریان این علاقه ها عمومیت های نژادی که با نام هندو ایرانی مشهورند و این چنین مدنیت آنها به وجود می آید. این فرضیه که آن را دیگر محققان مثلا لیتوینسکی هم تقویت دادند، متریال های به دست آمده ارخئولوژی را بهتر از همه توضیح می نماید. در عین زمان این فرضیه یک قطار جهت های سست و ناقص هم دارد. فقط جمع آورده شدن دلیل و مدرک های نو به حل قطعی و همه جانبه این مسئله امکان خواهد داد. در برابر این مدرک های ذکر شده می توانند به حرکت طایفه های آسیای میانه در میانه ها و نیمه دومی هزاره دوی پیش از میلاد به طرف جنوب از جمله به سرزمین هندوستان شهادت دهند. البته به طرف جنوب پهن شدن طایفه های آسیای میانه بعدتر هنگامی در هندوستان قرار گرفتن اجداد هندو آریایی ها هم دوام کرده است. باستانشناسان چنین میپندارند که در آفریدن مجموع مدنیت ترکمنستان جنوبی که در دوره های پس از نمازگاه شش وجود داشت، طایفه های صحرانشینی در این جایها پهن شده و یا این محل ها را در آغاز دوره مذکور یعنی تخمیناً در حدود هزاره های 2 و 1 پیش از میلاد یا خود در ابتدای هزاره 1 پیش از میلاد ضبط کرده
رول کلانی بازیدند. در شرقتری آسیای میانه در پامیر هم نقشی به سمت جنوب روانه شوی طایفه هایی که از بین اهالی صحرانشین برآمده ظاهراً به اینجا بیشتر از ناحیه های فرغانه و ولایت های همسایه آن آمدند مشاهده می شود. از این سبب طایفه ها در پامیر هنوز در عهد برنجی در آخرهای هزاره 2 و ابتدای هزاره 1 پیش از میلاد پیدا شده. از عصر 7 پیش از میلاد در اساس متریال های ارخئولوژی پامیر راجع به طایفه های گروه سکیف و سکایی سخنی معین گفتن ممکن است. معلومات ارخئولوژی همچنین تا حدود هندوستان حرکت کردن آنها را به طور معتمد ثابت می نماید. این خلاصه ها بی واسطه به معلومات سرچشمه های خطی و دلیل های تاریخی و زبانشناسی قطع نظر از مدرک های ارخئولوژی که در عصرهای 7-6 پیش از میلاد به نواحی جنوب پامیر تا نزدیکی های حدود هندوستان قسماً در خاک آن و محلهای شرقی افغانستان رفته جایگیر شدن طایفه های ایرانی منسوب به گروه های سکایی و یا به آنها نزدیک از آن جمله ظاهراً اجداد افغان ها و منجان های امروزه را نشان می دهند تصدیق می گردند. هیچ جای شبهه نیست که این طایفه های گروه شرقی ایرانی از شمال از سرزمین آسیای میانه برآمده به سوی کشورهای جنوب حرکت کردند. اینک چنان که دیدیم هم معلومات ارخئولوژی و هم دلیل های تاریخی و زبانشناسی از آسیای میانه به طرفهای جنوب به هندوستان، افغانستان و ظاهراً به ایران نفوذ کردن گروه های مختلف آریایی، اولها اکثراً هند و آریایی، بعدتر ایرانی را اثبات می نمایند. همه این بار دیگر تصدیق می کند که آسیای میانه با ناحیه های همجوار خود قدیمترین محل اقامت طایفه های هند و ایرانی و مرکز اساسی پهنشوی آنها بوده است. همان طایفه های ایرانی که در آسیای میانه ماندند نیاگان اهالی اصلی آسیای میانه از آغاز عهد تاریخ تا اولهای عصر میانه حساب می یابند. بعدها بر اساس خلقیت های شرقی ایرانی آسیای میانه پیش از همه باختری ها سغدیان و به درجه کمتر دیگر جزهای ترکیبی نژادی خلق تاجیک به وجود آمد. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. ساخت جماعت ابتدایی و زوال آن در سرزمین آسیای میانه. شما گفتاری هفتم را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نفضلی.